اون نه تنها باید حمله هایی که از آسمون میشه رو خنثی کنه، بلکه باید حواسش باشه بنزین قابل اشتعالی که از ماشینا میریزه دیوار دفاعیشو رد نکنه. حالا بذار ماشینا رو بندازیم واسه یه سورپرایز دیگه هم داره. خدا پشت پناهت. میخوام کانتینر پولا رو با بلوک سیمانی پر کنم. این یکی کانتینر رو میذارم رو کانتینر اصلی که پولا توشه. از اونجایی که بلیک چند روز گذشته رو دائما مشغول کار بود، مستقیم رفت بخوابه و بیشتر کارشو گذاشت برای فردا. و با اینکه خودش فکر میکنه از پسش برمیاد، به زودی مشخص میشه که این چالش سخت‌ترین چالشیه که تا حالا باش روبرو شده. امروز روز 4 دیگه نایی برام نمونده. میخوام اون یکی کانتینر رو توی زاویه خاصی بذارمش اون بالا. اینجوری وقتی ماشینا میخورن بهش پرت میشن اون طرف و به پولای بنده آسیبی نمیرسه. باید هر چه زودتر اون کانتینر رو بذاریم اون بالا، چون که داره بهم استرس میده. تو چند ساعت آینده بلیک هر کاری میتونست کرد تا کانتینر رو جوری بذاره که پرتاب ماشینا رو منحرف کنه. اون حتی از این چوبا استفاده کرد تا به زاویه‌ای که میخواد برسه. اگه نتونم این کانتینر رو اونجوری که میخوام جا بدم، احتمالاً کل پولا رو از دست دادم. عالی. خب خیالم یکم راحت شد. بعد اون تانکرهای آبم بیاریم اینجا و با آجر پرشون کنیم. آخرین ماشینی که داریم هم میذاریمش اینجا. کل اینجا رو قراره بپوشونه. خیلی خوب میشه. همه چی درست طبق نقشه. اما بلیک نمیدونست که من میخوام یه ورقه دیگه هم رو کنم. بلیک میخوای بدونی ورقم چیه؟